سلام و درود به همه افغانستانی ها هر کجا که هستید، هر کجا که رفتید. سلام به همه افغانستانی ها در ایران، در پاکستان، در خود افغانستان. از اون بر کره جنوبی هم رفتن چند هزار نفری، مالزی و اندونزی هم هستن، ترکیه، اروپا، آمریکا و استرالیا، کانادا هم که هستش. به همتون سلام میکنم و خوش اومدید به این ویدیو. خب بچه این ویدیو یک مقداری من سعی میکنم افغانی هم صحبت کنم. خب یه مقدار یه ذره میگن افغان، یکم ببخشید چون من لهجم ایرانیه، چون اینجا بزرگ شدم، توی ایران بزرگ شدم. سعی میکنم که بیشتر افغانی صحبت کنم، لهجه افغانستانی رو پیدا کنم. خب یه سری حدوداً من بگم یا حدوداً 2 ماه پیش یک جنگی رخ داد بین افغانستانی ها و ایرانی ها در اینستاگرام. خب بعد یه ذره تأثیرات هم گذاشت تو بیرون، یه خورده باعث شد که افغانی ها رو اذیت بکنن، ولی به هر حال ما کاری به اون مسائل نداریم. میخوام بریم ببینیم که توی فضای مجازی، تو همون اینستاگرام، بین افغانی و ایرانی ها چی رد و بدل شد، چه فیلمایی رد و بدل شد. بعضیاشون ساختگیه، بعضیاشون برای تحریک درست کردن و میخوایم این دوتا رو ببینیم. البته ما اینجا مهمان ایرانی ها هستیم، من که حدوداً 20-25 ساله که مهمون ایرانی هم و ایرانی ها آدمای خوبی هستن. این اکثر این جنگایی که میبینید اینها باعث میشه این کار دشمنان ایرانه بیشتریشون و دشمنان ما افغانستانی هم هستن توش. خب بیاد بریم. خب اولین ویدیو بریم سراغ اولین ویدیو، ببینید که چی میگه. رژیم جمهوری اسلامی به دنبال اجرای یکی دیگر از دستورات امنیتی روسیه و امریکاست که همان گونه که الان می‌بینیم از مرزهای جنوبی امریکا چقدر مهاجر میاد، داره اتفاق در ایران میفته. جالبه بدونید دقیقاً به اندازه‌ای که مهاجران ایرانی در خارج از کشور در ایران مهاجر جایگزین کردن توی این سال‌ها، از افغانستان و اکنون از اعراب هم دارن اضافه میشن. خیلی جالبه. ببینید این پلنی است که تصور کنید الان طالبان یه سری نیرو رو فرستاده باشن ایران که اینا هم نمیدونن و اینها به یک باره. بچه تا همینجا دیدید این داشت پی زیادی میخوردش. گفتم یکی از دشمنان ایرانه، اون پرچم ایران قدیم، همون پرچم ایران برای زمان شاه هستش و یه حرفای مفتی میزد و اون تصاویرم که دیدید، این تصاویر برای 2 سال پیشه که داشتم میرفتم پاکستان و این هم به نظر من تفرقه اندازی و یک ویدئوی ضد، یعنی قشنگ درست شده که یک بین مهاجرین افغانی و ایرانی ها تفرقه بندازه. بریم سراغ ویدیوی بعدی. تبریک میگم به مردم ایران، برادران افغان، برادران عراقی مقیم ایران کد ملی گرفتن. اونایی که عضو گروه طالبان و القاعده هستن کد ملی گرفتن، یعنی اینکه اینا میان تو انتخابات شرکت میکنن و به اسم ایرانی آمار رو تغییر میدن. ویدیو رو ببینید خودشون میگن. شناسه واحد خب بچه اینم که غلط زیادی کرد که نمیدونم کد ملی میگیرن و شناسه چی میگیرن. خب اول اینکه اون خانومی که اومد مجری گفتش که شناسه واحد میگیرن. خب این یکیش. دوم که اصلا به افغانی اینجا نمیدونم ما فعلا، یعنی تا الان اجازه گواهینامه داشتن رو نداریم. خب چه برسه به این کد ملی به ما بدن که بریم رأی بدیم. اصلا همچین چیزی امکان نداره، تو قانون خودشون هم نیستن و اینا اومدن فقط مردم رو تحریک بکنن که مردم ایران تحریک بشن، بعد برن 4 تا افغانی رو بزنن، بعد افغانی‌ها بیاد یه چیزی تو اینستاگرام بگن و اینجوری درگیری بشه. اینم از هم آدمای عوضی بود که خودش تو آمریکاست. اگه اینجوریه مردم آمریکا اینو بدونید که ایرانی هایی که توی اونجاست، ولی جون اینا رو ولش کن، اینا آدم نیستن که. ولش کن بابا، این ارزش نداره. خب بریم بعدی. درود بر شرفتان یک کرماشایان. حکومت نظامیه. بچه اینم که دیدید، خب این یک ویدئوی درست شده بود، یعنی فقط روش نوشته بود که مثلا افغانی ها رو اندارا میندازن بیرون
مردم تظاهرات کردن و این ویدیو برای جنبش زن زندگی آزادی برای سال گذشته است و اصلا ربطی به افغانستانی ها ندارن و اصلا نمیدونم اینجا تو کرمانشاه افغانستانی خیلی کمه، اونم برای یه جای کار، مثلا یک ساختمونی یک جایی داره کار میکنن و اصلا افغانستانی به اون صورت ندارن و این ویدیو برای زمان مهسا امینی یا همون زن زندگی آزادی اون جنبش هست. بریم سراغ ویدئوی بعدی. امروز 6 مهر ماه افغانی‌ها ریختن تو سر ایرانی‌ها تو پروژه باف. چند تا از ایرانی‌ها رو زدن، تهدید هم میکنن، میگن همتون میکشن. حالا هی افغانی‌ها رو راه بدین داخل ایران. زیر مفت زده بود. خب که مثلا در ایران اونم توی که شهرستان ها افغانی رفتن یه کارگاه یه مجموعه رو گرفتند، بعد وای اینا رو انداختن بیرون، با مامورا درگیر شدن، بعد میگه وای شما حالا دیدید ما رو انداختن بیرون کتک میزنن. این هم که چرت و پرتی بیش نیست و صداگذاری بود، اصلا یک فیلمی بود، اصلا معلوم نبود برای چی بود. یه مامور روی ماشین پلیس اونجا بود، چند نفر اینجا. بچه نگاه کنید، افغانستانی توی ایران اینقدر مظلومه که یک سرباز صفر، یه سربازی که تازه مثلا رفته باشه یک جایی مثلا سربازی رفته باشه اومده باشه بیرون، لباس نظامی تنش باشه، 10 تا افغانی گوشه باشه، یه بگه آی همشهری بیاید اینجا، این واقعا همشون بلند میشن اینو بچه‌ها رو بله بفرمایید من نوکر شما اینجوری. یعنی اینقدر افغانی مظلومه، چه برسه بخواد با سرباز ایرانی نمیدونم دعوا بکنن با 20 نفر افغانی. واقعا سرباز افغانستانی ها، مهاجرین افغانستانی تو ایران واقعا مظلومن. این حرف مفت زده بود، صداگذاری بود. یک نمونه براتون میذارم از صداگذاری‌های اینها به بین خودشون، یعنی با حکومت ایران خب درگیری دارن. ببینید چه صداگذاری میکنه. خب الان دیدید مردم میگن رونالدو، چون رونالدو اومده بود و خانمش رو نیاورده بود، خودش تنها با تیمشون اومده بودن النصر. حالا این ویدئویی که براتون میذارم اینو براش صداگذاری کردن، یعنی مثلا از توی تظاهراتی آوردن اینجا. به همین راحتی خب تیمو میذارن توی اینستاگرام و اون وقت یک درگیری درست حسابی اتفاق میفته. منم اینجا لپتاپ دارم، مثلا اینجا براتون ویدیو میذارم. بچه نیا کنید، حالا 2 تا ویدیو 3 تا ویدیو دیگه از افغانستانی ها داریم واقعا خودش. ولی بین این تحریکاتی که توی اینستاگرام میشه بر علیه مهاجرین افغانستانی، مهاجرین خیلی کمتر درست کردن ویدیو. اینم نگاه کن، این خیلی باحاله. ایرانیا صدامو بشنوی، ببین ما افغانم، ببین ما روز شکست دادم، ببین چند سال اینجا نیروهای تیاره ها و موشک ها با این افغانستان امتحان کرده، بازم شکستش دادم. یک امریکایی با چند هزار نیرو اینجا آمده، بازم جنازه هایش ببرده، با می کاخ سفیدش ببرده. اونجا تانود میگه چی کار نکردیم، داشت زور میزد. این واقعا خیلی داشت زور میزد، دهنش سیرش شد. خب واقعا داشت زور میزد بنده خدا. خب اینم میدونید دیگه، احتمالا سربازایی از همین طالبان باشند که توی افغانستان اسلحه دستشه، فکر میکنید کسیه ولی هیچ عددی هم نیستش. اینم نمیدونم. حالا این ویدئویی که این براتون میخوام بذارم، این ویدیو رو گفتن که وزیر کار افغانستانه. من نمیدونم واقعا این وزیر کار افغانستانه یا خر دیگه است. واقعا اینو شما خودتون بعد کامنت کنید بنویسید. یک اخطار میتی بیا عملی حمله کو، ببینیم که کی زور است، کی میبره. به خدا اصفهان تا در ظرف 2 ساعت میگیریم، در داخل مدرایم. اوش کو دیگه هیچ وقت در زندگی. اینم یه حالا میگفتم وزیر نمیدونم کار، بعد چند نفر از همین شنیده بودم دیگه 2 نفر از این مجلسی هم، یعنی از مجلس ایران، 1-2 نفر از نمایندگان مجلس ایران اومدن صحبت کردن در مورد همین قضایا که ببینیم چی میشه. این شخصی که میبینید یه افغانیه که با صندوق داره مخبری میکنه. اینم موتورسیکلت افغانی هم هست. بعدن اون موقع افغانی ها بهشو بر نخورد. خدا وکیلی بچه نگاه کنید، یه یارو سوار موتور رد میشه به چه تهمت و بهتونی میزنه
و اصلا معلوم نبود چی بود، اصلا یه موتوری بود دیگه رد شد دیگه اونجا بود، بعد اصلا چرت و پرتی ساختن فقط برای اینکه مردم ایران رو تحریک بکنن. یه ویدئوی خیلی کوچیکی هم هست، این آثار تحریکاتی که توی این اینستاگرام هستش، ما آخر سر من میذارم براتون، ولی اینو جالبه، این خیلی فانه، نگاه کنید اینو خیلی واقعا جالبه. درود میفرستیم به معدنکارای عزیز که های برای ما هشتگ تایر میکنید که وطندار باید از سیجان برود. نه ما از اینجا نمیریم، تایر نمیکنیم بریم الکی خود را گول نزنید. و زودی خیاره عقلای باطل ما معادن را از دست شما میگیریم و یک شرکت به نام طالب گوهر تایر میکنیم. تمام برادران وطندار رو در اونجا بر سر کور میگذاریم و خود تیشک ها برود. نه و زودی نام سیجان رو میذاریم سیرافان و کرمان رو میگذاریم قندهار. و عرض سلام خدمت همشهریای سیجانی عزیزم، این جانب ساسان وطنخواه هستم، همشهری عزیزتون. یک کلیپی از بنده پخش شد تو فضای مجازی که نقش یه افغانی رو صحبت کردم. بنده ایرانی هستم و اهل سیجان هستم. امیدوارم که برداشت بدی از این کلیپ نکنید. این کلیپ فقط برای بچه اینو یعنی اینقدر بهش فوش دادن که آخرش هم اومد گفت چقدر من دیگه ایرانی هستم ببخشید این طنز بود. آره جونم مرد، اینقدر بهت فوش دادن که بعد اومد به معذرت خواهی کرد اینا، ولی خداییش پس نگاه کن، حالا این که بنده خدا طنز بود اشکالی نداره، من از طرف خودم میبخشم. خب ولی این تحریکات باعث میشه که حالا مثلا تو فضای مجازی دشمنان ایران هم که زیاد هستن و دشمنان ما افغانستانی ها هم و مهاجرین در همه جای دنیا زیاد هستش، ولی چیزی که بشه مردم ایران خیلی با ما خوب هستن خداییش. یعنی توی این مثلا از دوره انقلاب به این بعد همه ایرانی واقعا یعنی سنگ تموم گذاشتن برای ما. الان قبلا مدرسه اجازه نمیدادن، الان چندین سال از سال 90 93 4 هستش که اجازه میدن به بچهای افغانی همینجوری، یعنی از مرز رد شده باشه میگن آقا این بی سواد نمونه بیاد سر کلاس درس بخونه و واقعا دستشون در نکنه. ولی این تحریکاتی که اون برابیا میکنند، کجا مثلا بهشون میگن که اون برابی معمولا و ضد جمهوری اسلامی، باعث میشه که مردم اونایی که خیلی ساده هستند خب چی بشن، یعنی تحریک بشن و یک اقداماتی علیه مهاجرین انجام بدن. و توی قزوین متاسفانه این اتفاق افتاد و ریختن خونه‌های افغانی رو با چوب و آجر و لقد و اینا میزدن. حالا من شنیدم وارد شدن، ان شاءالله که وارد نشده باشن. خب و افغانی رو کتک میزدن توی یک محله مثلا که بوده، توی منطقه خیلی کوچیکی بوده این اتفاق افتاد و پلیس هم وارد عمل میشه، 19 نفر رو بازداشت میکنه. این ویدیو رو خیلی کوتاه من براتون میذارم ببینید که چه اتفاقی میفته و تحریکات اون برابی‌ها یعنی ضد انقلابی‌های ایران چه بلایی سر ما مهاجرین میاره. توی خبرگزاری خود ایران اینو فهمیدن که تو قزوین همچین اتفاقی افتاده و پلیس هم گفته که ما برخورد میکنیم کسی که بخواد با مهاجرین مثلا برای مهاجرین مشکل ایجاد کنه. خب دوستان عزیزم، هم شهریای گلم، هم وطنای عزیزم، در هر کجا که هستید، ایرانید، افغانستانی، ترکیه اید، هر کجا که هستید شاد باشید، سعی کنید که لذت ببرید از زندگیتون، چون دنیا همش 2 روزه. ما که ما افغانستانی که همش به بدبختی گذروندیم، اما شاد باشید، خوشحال باشید، ریلکس باشید و به فکر آینده باشید. سعی کنید که آینده رو برای خودمون باشه. خب قربونتون برم، هر کی رو که دوست دارید سلام منو بهشون برسونید. خدا حافظ، دوباره میام. قربونتون برم. گودبای.